درود تماشابینان عزیز. خلاصه خبرهای مهم جمعه 3 اپریل تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. در این برنامه اعلان آتش بس در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، هلاکت 40 نفر و جراحت برداشتن بیش از 200 تن در 2 روز مناقشه ها، آمادگی پوتین برای میانروی بین تاجیکستان و قرقیزستان، صحبت های تلفنی شفقت میرزایف با امامعلی رحمان و صادر جباروف. پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان ماه مای در دوشنبه ملاقات میکنند. ساکن توگالنگ کارخانه بیک صبور را به مبلغ 73720 سامانی غارت کرده است. و اکنون تفصیلات خبرها. شب 29 به 3 اپریل رهبران هیئت‌های مذاکراتی تاجیکستان و قرقیزستان سیدمومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و اموربک سوانالیف والی ولایت بادکند جهت قطع درگیری‌های مسلحانه در مرز دو کشور که 2 روز دوام کرد توافق کردند. بنا به خبرها از شب 29 به 3 اپریل در اطراف چارکو و خواجه اعلی و وارخ صدای تیر تقریبا شنیده نمی شود. راه وارخ باز است ولی توسط آن اساساً زخمیان را به اسفره آورده ایستادند. خبرنگاران رادیو آزادی خبر داد که با وجود اعلان آتش بس زنان و کودکان را از خواجه اعلی و چارکو کوچانده ایستادند. در جریان زد و خوردهای 2 روز 28 و 29 اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از هر دو طرف بیش از 40 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. قرقیزستان رسما کشته شدن 31 شهروندش و جراحت برداشتن 123 تن دیگر را تصدیق کرده است. رادیو آزادی نیز اسم 8 نفر از کشته شده ها از جانب تاجیکستان را نشر کرده است. صلاحالدین گدایف سال تولدش 1993 زاده دهه جانبخت نوعه خوالینگ ولایت ختلان، مایور صلاحالدین گدایف ختم کرده دانشگاه قوه‌های سرحدی قزاقستان 2 سال پیش از ولایت مختار کوهستان بدخشان به ولایت سوغد رفته فرمانده یکی از دیدبانگاه‌های نوعه مشچا بوده است. پیوندانش گفتند برابر سر زدن نزاع در مرز این افسر 28 ساله را از مشچا به اسفره فرستادند. بختاور محمودوف ساکن 30 ساله دهه نیمن جماعت سرخ شهر اسفره پدر یک فرزند 29 اپریل کشته شد. یکی از پیوندان او به رادیو آزادی گفت بختاور محمودوف صبح 29 اپریل برای آبمانی به باغش رفته بوده است. بختاور بیگاه دیروز فوت دیده است و جسد او را الکی به خاک سپاریدند. نیکروز غفوروف ساکن دهه 10 بیده جماعت قرطاق شهر ترسانزاده نیز روز 29 اپریل کشته شد. او 28 سال داشته صاحب 2 فرزند بوده. قرار است جسدش ساعت 12 امروز به زادگاهش آورده به والدان می سپارند. امیدجان یونسوف ساکن 32 ساله جماعت افچقلعی نویه باباجان غفوروف روز 29 اپریل از تیر سلاح کشته شد. عبدالحمید آدینایف معاون رئیس جماعت افچقلعی نویه باباجان غفوروف گفت چند ساکن دیگر جماعت نیز در تیرپرانی‌های شب گذشته زخم برداشته تحت طبابت قرار دارند. او گفت وضع تحت نظارت است و معتدل به نظر می رسد. حکمت الله محکموف 26 ساله و ابراهیم خان هاشمزاده 26 ساله ساکنان محله نواباد جماعت چارکو کشته شدند. یک نماینده جماعت چارکو گفت شیرعلی رحمتزاده و سفر نبیف 2 سرباز قسم مرزبانی اسفره هنگام نوبتداری از تیر سلاح آتشفشان کشته شدند. جسد آنها را روز جمعه دفن کردند. سیاف میزروب سردبیر هفته‌نامه SSSR خبر داد که در مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان مهراج‌الدین بولتایف ساکن جماعت وارخ ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان نیز جان باخته است. برخوردهای روزهای 29 و 30 اپریل پرقربانی ترین مناقشه در تاریخ مناقشه های رخ داده در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و در عموم در تاریخ تمام مناقشه های مرزی چند 10 ساله اخیر در تمام آسیای مرکزی دانسته می شود. روز 1 مای در حدود ولایت بادکند مذاکرات هیئت‌های حکومتی عاید به تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان دایر می شود و در نیمه دوم ماه مای در دوشنبه ملاقات روبروی امامعلی رحمان و صادر جباروف برگزار خواهد شد. این توافق روز 3 اپریل
در جریان صحبت تلفنی پرزیدنت‌های قرقیزستان و تاجیکستان به دست آمده است. خبر این صحبت تلفنی را خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان نشر کرد. در سامانه پرزیدنت تاجیکستان تا وقتی که این گزارش برای چاپ آماده میشد، درباره صحبت تلفنی رهبران دو کشور و تفاوت در جریان آن به دست آمده هنوز اطلاع نشر نشده بود. بنا به گزارش نشر شده در سامانه پرزیدنت قرقیزستان، دو رهبر رای هرچی زودتر آرام کردن وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را بررسی کردند. صادر جباروف مخصوصا تاکید کرد که جانب قرقیزستان عزم دارد مسائل بین دولتی را با راه مکالمه حل کند. گفته می شود در اطلاعیه خدمات مطبوعات پرزیدنت قرقیزستان، صحبت تلفنی رهبران دو کشور در پی مناقشه های خونین روزهای 29 و 30 اپریل در مرز ولایت های سوغد و بادکند صورت گرفت. وضع پیش آمده در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نگرانی کشورها و سازمانهای دیگر را نیز به بار آورده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی پرزیدنت روسیه، گفت ولادیمیر پوتین آماده است که برای حل بحران بین تاجیکستان و قرقیزستان میانروی کند. ما البته از این خبرها درباره نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در تشویشیم. وضع را با توجه نظارت میکنیم و توافق در مورد آتش بس را استقبال میکنیم. امیدواریم که این یک آتش بس ثابت شده از چنین حادثه ها در آینده جلوگیری میکند، تاکید کرده است دیمیتری پسکوف. روز 30 اپریل سخنگوی اتحاد اروپا نیز در رابطه با وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یک اظهارات ویژه نشر کرد که در آن چنین گفته می شود: اتحاد اروپا امضا شدن سازشنامه آتش بس روز پنجشنبه بین جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان اینچنین مذاکرات منبعده را نسبت به حل سیاسی مسئله های مرزی استقبال می کند. اتحاد اروپا از خشونت ابراز تأسف می نماید و به کسانی که خویشاوندان و عزیزان را از دست دادند بیان همدردی می کند. اتحاد اروپا آماده است که در حالت ضروری در دایره برنامه‌های منطقوی کمک مشورتی همچنین دستگیری دائمی سیاسی برای ثبات و شکوفایی در منطقه رساند. روز 29 اپریل نماینده ویژه اتحاد اروپا در آسیای مرکزی پیتر بوریان به وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و قرقیزستان زنگ زده نیز وضعیت در مرز را بررسی کرده بود. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف نیز روز 30 اپریل با رهبران تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر جباروف صحبت‌های تلفنی انجام داد. بنا به اطلاع رسمی، موضوع اساسی این صحبت‌ها بررسی وضع پیش آمده در مرز تاجیکستان و قرقیزستان بوده است. و در انجام برنامه خلاصه چند خبری کریمینالی روز. ساکن 30 ساله جماعت توگلنگ نویه بلخی با آن گمان بر می شود که شب 4 به 5 اپریل در دهه تیماشنکا 970 متر ناقل‌های علاقه فیلال شرکت تاجیک تلکوم را دزدیده به این شرکت به مبلغ 73720 سومانی ضرر رسانیده است. دو جوان 21 و 25 ساله ساکن پایتخت با آن گمان بر می شوند که امرای معروف نام ساکن دیگر دوشنبه از بازار میرگان 36 قوطی تخم را از دکان یک زن 41 ساله ساکن نویه اسماعیل سامونی به یغما برده به او 6000 سامانی ضرر رسانیدند. یک زن 46 ساله ساکن دوشنبه به آن گمان بر می شود که ماه ایون سال 2019 در کوچه چورتوت با روی فریب به باوری یک زن 55 ساله ساکن نویه سینا در آمده از او برای خریده دادن ماشین لکسوس که نرخش $75000 و 60000 سومانی گرفتپولی گرفته است، ولی تا حال برای این زن نه ماشین آورده است و نه پولش را برمیگرداند. یک جوان 25 ساله ساکن شهر دوشنبه برای آن دستگیر شد که به گفته وزارت کارهای داخله ماه ینور سال 2021 در نزد مرکز سودای صدبرگ با روی فریب به باوری مرد 33 ساله ساکن پایتخت در آمده از او یک ماشین تمغه تویوتا کامری نرخش 140000 سومانی، یک ماشین تمغه مرسدس بنز نرخش 125000 سومانی، اینچنین به مبلغ 7000 سومانی اتریوت گرفته وعده داده است که تا 2 اپریل سال 2021 پولش را برمیگرداند، اما تا حال برنگردانیده است. این بود چند
خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.